بیاید اینجا پیج منم بزن. پیج اینم میزن. تا حالا همچین چیزی دیدید؟ اینجا رو نگاه کنید که ماشین رینگش با دست تکون بخوره. دست بزن اینو. خدایی دیده بودید تا حالا اصلا؟ نگاه کن. ببین درسته؟ آره ولی آلومینیوم هم نیست. آلومینیوم تکون نمیخوره، این پلیورتانه. رینگ کامارو 75 ببینید دونه به دونه این پره ها با دست تکون میخوره. این رینگ نه خراب شده نه ایرادی داره، فابریک خود کمپانی این شکلیه. این دوستمون کاماروش ترمز خالی کرده بود، آورد، ما ترمزاشو براشون سرویس کردیم، الان ترمز میزنه میره تو شیشه. گفتم این چیزو براتون بگیرم، ویدیو رو براتون بگیرم. حالا آمریکایی بازا اکثرا اینو دیدن و میدونن. رینگ کامارو 1974 و 75 روی تایپ کامارو LT نصب می شده. نسبت به رینگ های عادی کامارو که اکثرا دیدید رو ماشینا، این رینگ هم خیلی خوشگلتره، هم خیلی سبکتره، هم سواری خیلی نرمتری به ماشین میده. توی دهه 60 و 70 واقعا من نمیدونم این طراحا چه فکری میکردن، چی تو مغزشون میگذشته که موزیک و ماشین و فیلم کلا توی یه لول دیگه ای بوده. به چیزایی فکر میکردن که واقعا الان هیچ طراحی اصلا بهش فکر نمیکنه. گفتم این ویدیو رو براتون بگیرم بفرستید برای رفیقای ماشین بازتون، کسایی که رینگ و لاستیک بازن. بذار این بنده خدا رد شه. آقا بفرمایید. من راحت عزیزم من راحتم. و بعد ماشاءالله موتورش هم داده موتور خاوره. آره خاورم یه ذره بزرگتره. آقا اینو بفرستید برای رفیقای ماشین باز و رینگ بازتون لذت ببرن. تمام.